سلام، بنده موشکاف بازم مصدع اوقات شریف شدم. آخه بابا چی کار کنم؟ هرچی بکوب تو نظام بالا میگیره کار بنده هم بیشتر میشه. اون روز اگه یادتون باشه سیدعلی نشست وسط اوباش ضد فرهنگیش و یه شکم سیر روزه به گیر و ببند خوند. بعدم حشرات نمره موقتشو تیر کرد تا هی تو این بادکنک پنچر ولایت بفوتن. من معتقدم شورای عالی انقلاب فرهنگی باید آستین‌ها را بالا بزنند، چون شخصیت‌های فخیم و فهیمی در این شورا حضور دارند و تحقق ببخشند به اونچه مورد نظر رهبری است. اما تا این شورای کذایی اومد آستینا رو بالا بزنه، ناگهان کوسه پرید وسط و ششلولو گذاشت تو فک ولایت. مردم نخواهند گذاشت تندروها امید به وجود آمده در کشور رو از بین ببرند. افراطی ها در ایران و آمریکا یک هدف مشترک که برهم زدن توافق ژنو است رو دنبال میکنن. حالا منظور اکبر کوسه از افراطیون کیه؟ هیچکی. منظورش باند عظماست. مثل کی؟ مثل این یارو جلنبوس. کل سخنان وزیر خارجه آمریکا و رئیس جمهور آمریکا را در مرکز سابان که مربوط به صهیونیست‌هاست منتشر کردند. با کمال وقاحت شما بارها اعلام کردید که ما می‌خواهیم با ایران کنار بیاییم، رابطه برقرار کنیم. حالا یک توافقنامه‌ای یا یه سری اقداماتی انجام شده، هنوز مرکب اون خوش نشده، شما برمی‌دارید اعلام می‌کنید که ما می‌خوایم حتی پیچ و مهره این دستگاه غنیسازی جمهوری اسلامی را جمع کنیم، از بین ببریم و ایران فراموش کند این کار را. کور خونده. پیچ و مهره دستگاه غنیسازی رو ولش، پیچ و مهره دم و دستگاه عظما رو بچسب. فعلا علل حساب این شیخ فریه که داره پیچ ولایت رو شل میکنه. در چند سال گذشته همه مردم چشیدند و دیدند که چه بلاهایی به سر جامعه اومده و در بنبست تحریم و جنگ گرفتار شده بود. بعضی میخوان این بازی رو به هم بزنن، اما باید بدونن که مردم به آنها اجازه چنین کاری نخواهند داد. آقا دنبال اون برخی که میخوان بازی رو برهم بزنن نگردی. بازم منظورش سیدعلی و طول سگاشه. بفرما. هر نوع عهد شکنی، هر نوع خلاف و نقض اون توافق، باور کنید که با پاسخ قوی و هوشمندانه ملت ایران روبرو خواهید. شما اگر کوچکترین نقض توافقی انجام بدهید، ما برمیگردیم به جای نخست و حرکتمون را با سرعت بیشتر از گذشته ادامه خواهیم. این کوسه 7 خط میدونه که سیدعلی تو این اوضاع و احوال رمق نفس کشیدنم نداره، چه برسه به هم زدن بازی. اما این مارمولک میخواد بگه بابا حواستون باشه، دست از پا خطا کنید با من طرفید. زهرخوری واسه نظام استراتژیکه. سیدعلی دنبال اکبر بیا. آره دنبال اکبر بیا. اگه دامن تو رو به نون و آب رسوندم، تو خوبه ولایت خودم تو رو چپوندم. دیگه واسه من یکی فیگور نرمش نیا، زهرو بخور مردنی دنبال اکبر بیا. آخ دنبال اکبر بیا. خاطرات امام محال یادم بره، تو این وضع درام محال یادم
صدای موشکافان